به مزیخ نشدی؟ اوه پالوان خدا. امید من به تو چند بار گفتم که به همین سگ افلاس دست نرسان. امید جان بیا به خانه دراییم. وقت خوراک نصف روزی شد. بیا بچم. حاضر دادت هم می آید. را گر بچه تو باترو پارتو تیز به خانه در آمده دستانت رو شوی. تیز کن. حکیم جان پسرم تو کی آمدی؟ ما حتی نفهمیدیم. ماشینت هم در پس در نبود؟ ها من آمدم. ماشینم ویران شد. نقص نقص امید جان دادت آمدند. رفت تیز سلام کن. کنی پسرم سلام. سلام دادم. نه نه. رفتم. یا با. نکنید دادم. نکنید. زور. آها. نکنید. نکنید. چخیل پسرم؟ نقص. امروز با چی کار مشغول شدی؟ دادا جان ما امروز با همراه بابایم به کانال رفتیم. با کانال؟ باز چی خیل کانال؟ برای چی تو رو با اونجا برد؟ خیر هیچ گپ نشده است. هیچ گپ نشده است؟ اگر ناگهان او به کانال می افتاد با فکر تو موی سفید خلاص کرده می توانست؟ پسرم مادرت راست میگوید. تو حالا آبازی کرده نمیتوانی. بهترش به اونجا نرو. بابا باید گویی که پدرم به کانال رفتن رو اجازت نمیدهد. مایلش؟ مالش. آفرین آفرین. رو بازی کن. زنک جان ما امروز خوراک میخوریم؟ نمیخوریم.
بابا جون ها؟ برای چی ریشتان اینقدر سخت؟ شاید برای آن که کهنسال و پرتوت است. پیش ملایم بود. یک زمان روی من هم مثل روی تو تازه و ساده بود. شما هم خرد بودید. بله، پدری من هم خرد بود. البته. پدری من چه کودک بود. میدانی امید جان، داده تو بچه ناز بود. یک واقعه را هیچ از خاطر برآورده نمیتوانم. یک تیر ماه بیمار شدم. سخت سلفه میکردم. مثل همین شبها؟ سختتر از این هم. دکتر همسایه‌مان مصلحت داد که اصل چای نوشم. مادر کلانت به مغازه رفته آمد، اصل نبود است. حکیم جانم به کجای دویده رفته بود. من خیلی عذاب میکشیدم. روز تاریک شده استاده بود. حکیم جان ناگاه از آن طرفی کوچه پیدا شد. سر و لباسش خاک و لایالود، رویش خونشار، گردنش خراشیده. مادر کلانت به پیشوازش رفت و سخت آغوش کرد. نماند که من ادبش را دهم. بعد معلوم شد که به باغ از شهر بیرون رفته است. همسایه ما در آنجا آروی اصلش بود. او میخواست برای شما اصل بیارد. بابا جان. بله. امید خوراک میخوریم. بعد چی شد بابا جان؟ پدرم اصل یافت؟ بله بچم، من از آن شفا یافتم. بابا جان رفتیم خوراک میخوریم. مرحمت. روشین بچم. بابا جان چرا ما در همین کاسه ای نه خوراک میخوریم و شما داریم از همین کاسه کهنه؟ خوراکت را خور. در سری دسترخوان زیاد گپ نمیزنن. چای گیرید؟ برای آن که این کاسه را من ناز میبینم. این به من قوت و نیرو میدهد.
او کودک رو خوابیدن نمیماند. تو میشنوی؟ من به تو میگویم. خیلی من چیکار کرده میتوانم؟ تو هیچگاه هیچ کار کردن نمیتوانی. آخر کسلیش با کودک میگذرد. چند بار با تو گفتم که در یک خانه خوابیدن هر دویشان هیچ ممکن نیست. التماس اهمیت نده. بیا خواب کنیم. خوب؟ من این خیلی نمیتوانم. تو گپ رو میفهمی؟ چی خیلی اهمیت نمیدی؟ آخر او در پس در است. چی خیلی خوابت میبرد من نمیفهمم. هی! بیا وای من نکن. ببخشید شما رو بیدار کردم. دادا روید خواب کنید. دخترم بیایید من روبم. دادا التماس روید خواب کنید. بالوان بیاین گذارید من همینجا را بیاین پیش. بیا اینجا بیا. این حاضر شما سفید کردین چیکار کردین؟ با پورگی همینجا را با پورگی گفتم یک بار دیدن در کور. یعنی ببینید من همینجا را با پورگی سفید کردم در کور هم شد درون بیرون. همین چپ. کنک گذاشته ببینیم مرا. درونش پورگی خاطر داد. درونش اول میبره بعد درون و بیرون سفید میکنه. همین چند پول میگه شما؟ ما فهمیدم این دوتاست توپ پولش اگه شما کمان دیگه بچه جان بابایم تمام از خانه ما میروند و همین طور به خانه خود میکوچد. با اون جایی که تا این وقت گاومان را نگاه میداشتیم. آنجا رو دادت تعمیر کرده استودند. بعد تعمیر خیلی زیبا و موفق می شود. کاش
دادا برای شما اونجا بهتر می شود. البته پسرم، غم نخور. ما نزدیک هستیم کو. ها بابا جان من به نزد شما به مهمانی می آیم. نور دیده هر روز بیا جان باباش. انا مسئله حل شد. لبای ها کی رستم ها من خولی بابا جان این صورت را فراموش کرده. جای وی همین جاست. شوهر نصیبه از روسیه آمده است. حکیم از روسیه آمده است شوهر نصیبه. تصور میکنی به یگان دیرم آمده است. چه خیل آدم ها؟ با چونین مرد چطور زندگی کرده ممکن؟ من نمیفهمم. بیچاره نصیبه. تو چی کار میکنی پسرم؟ این مخفی تو از من یگان سری پنهانی نداشتی کو پسرم؟
اگر من به شما گویم آرزویم عملی نمیگردد. این چی؟ هی این چی میگویم؟ من انتظار بابایم گفتن که این کاسه سهرناک است، با آدم زور قوت میبخشد. دوامش چی؟ گپ زن شد نباشد میزنم. نزنید دادا جان، من شما رو سخت نقص میبینم. من این گپ رو الکی شنیدم. امید این کاسه سهرناک است. وقتی شما مثل بابایم پیر و بیمه‌دار میشوید، من به شما از همین کاسه خوراک میدیم.